برای سرزمینم ایران میگویم، برای مادرانی که صدای بچه‌هاشون رو دیگه نمیشنون، برای خانه‌هایی که یکی از صندلی‌هاشون برای همیشه خالی مونده. از این بالا این شهر رو نگاه میکنم، شهری که هم گریه دیدم میسادم. شاید نتونم با این داغ زندگی کنم، اما همیشه داغدارشو میمونیم و هیچ وقت فراموششون نمی‌کنیم. به یاد اونایی که نیستن و همیشه تو قلم ها زنده هستن. من ماهان رود داخل همون پارکی که هر روز زمین میخورم و بلند میشم، تنها چیزی که یاد گرفتم اینه که سختی پایان زندگی نیست. ناامیدی هست، درد هست، اما ما حق نداریم امید را دفع کنیم. بهترین ادای احترام بهشون اینه که همیشه قوی بشیم، هر روز قوی‌تر و قوی‌تر، هوای همدیگه رو بیشتر داشته باشیم، پشتمون به هم باشه، به همدیگه تکیه کنیم. ما میجنگیم نه با نفرت، با کنار هم بودن، با امید. به امید روزهای بهتر. تسلیت به تمام هموطنان. بدرود.